درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز. راجع به اتو بدنه خیلی از دوستان سوال کرده بودن که الان میخوام عملکرد کاملش رو خدمتتون عرض بکنم. این دستگاه اتو بدنه یا PDR آیرون هستش. مدل‌های مختلفی هستش که تولید شده و اولین بار این رو توی ایران ما دیدیم که وسیله خیلی خوبی آوردیم و تولید کردیم، برای اینکه هم گارانتی و خدمات پس از فروش داشته باشه و همین که قیمت محصولش طوری باشه که همه دوستان بتونن استفاده بکنن. توی بدنه به اشکال مختلفی ساخته شده که نسل‌های اولیه‌اش بزرگتره و نسل‌های جدیدش پیشرفته‌تر و کوچیک‌تر شده و حتی آهنربایی هست برای اینکه به زیر کار بچسبه بمیشه که دوستان و عزیزان روی ماشین که میخوان کار انجام بدن یه وقتی نیفته وضعیتشون نکنه. اتوی بدنه شامل یک سریه که بهش میگیم گان. این گان ها به شکل‌های مختلفی ساخته میشن. مهم اینه که زیرشون یه روزنه دید داره که محل کشش دقیقاً بین این دوتا پایه است، یعنی جایی که نقطه کشندگی هستش زیر روزنه دید هستش و این هم همینطور، یعنی نور لید از زیرش عبور میکنه و شما میتونید زیر کار رو دقیقاً ببینید. مهم اینه که شما وقتی دارید کار میکنید از این روزنه دید اون نقطه ای رو که منظورتون هست که این بکشه روی کار قرار میدید و دکمه رو فشار میدید که عمل بکنه. وقتی این دکمه رو فشار میدید شروع به مکش میکنه و وقتی که دستتون رو روی دکمه برمیدارید قطع میکنه. اونجوری که ملاحظه میفرمایید این روزنه دید هست که نور لید از زیرش عبور میکنه، نقطه کشندگی هم دقیقاً زیر روزنه دید هست. این هم دکمه‌ایه که وقتی فشارش میدید شروع میکنه به مکش، وقتی هم که انگشتتون رو روش برمیدارید قطع میکنه. خب راجع به خود دستگاه میخوام خدمتتون عرض بکنم. خیلی ساده است، تمامی کاراش اتومات انجام میشه و تنظیمات خاصی نداره. فقط دستگاه رو دکمه‌ای که داره پشتش روشنش میکنیم. دستگاه یه صفحه نمایشگر داره. این نمایشگرش تایم یا زمان هستش. این تایم یا زمان چیه؟ از عدد 0 تا 5 ثانیه متغیر هستش. زمانی که شما دکمه رو فشار میدید شروع میکنه به مکش و وقتی که دستتون رو برمیدارید قطع میکنه. حالا ممکنه بعضی از دوستان حواسشون نباشه توی یه نقطه خیلی زیاد دکمه رو نگه دارن و دما بیش از حد بره بالا و اون نقطه باعث زرد شدگی رنگ یا سوختگی رنگ بشه. لذا اینه که اگر دوست داشتید میتونید بهش تایم بدید. مثلا بهش تایم بدید رو تایمی که من مورد دلخواهم هست، با اینکه دستتون رو دکمه مونده این براتون قطعش بکنه. به طور مثال من الان تایم رو گذاشتم روی 1/4 ثانیه. وقتی دکمه رو فشار میدم دستم رو دکمه است ولی روی 1/4 ثانیه قطع کرد. سگمنتش هم طوریه که به صورت دهم ثانیه بالا میره و شما بین ثانیه ها هم میتونید بهش عدد بدید. توصیه من این هستش که شما این زمان رو ازش استفاده زیادی نکنید که بخواید مثلا زمان محور باشه کارتون، تجربه محور باشه. یعنی چجوری؟ زمان رو تا آخر بردم روی عدد 5 گذاشتم، پس کاری با زمانش ندارم. من میام تنظیمات رو با دستم انجام میدم، یعنی شروع میکنم به کار کردن. تو هر نقطه حدوداً 1 ثانیه تا 1.5 ثانیه نگه میدارم، بعد یه دست میکشم روش. اگر خیلی داغ و غیر قابل تحمل باشه ادامه نمیدم، وای میسم میخوره خنک شه. ولی اگه دیدم نه اونقدر داغ نیست که میتونم کار کنم، خب میرم نقطه بعدی کارم رو انجام میدم و نقاط بعدی. همیشه باز دست میکشم و با حس خودم کار پیش میبرم. خیلی از عزیزان میپرسن که اتو رو کجاها میتونیم استفاده بکنیم و کجاها نمیتونیم استفاده کنیم. انتظاری که از اتو داریم مثل بقیه ابزارهای PDR هستش. هر کدوم ابزارها یک کاری رو میتونن انجام بدن. اتو هم در چارچوب قدرت و توان خودش یک کاری رو میتونه انجام بده. موارد استفاده از اتو رو الان خدمتتون عرض میکنم. اولا که دنت هایی که روی کار وجود دارند کاملا باید ساده و ملایم باشند، یعنی دور شکستگی و رگ و قله وجود نداشته باشه. ثانیاً از یه سکه بزرگتر باشه نه کوچیکتر. اتو دنت های کوچیکتر از یه سکه نقطه‌ای خطی های خیلی زود نمیتونه براتون انجام بده. سوماً که زیر کارتون دوبل و موم و
مقاومت نباشه که اینا نگه داره، چون زور اتو اونقدر زیاد نیست که بتونه اینو بکشه بالا. و چهارم اینکه فرو رفتگی شما کش نیومده باشه، چون اگر کش اومده باشه دیگه از قابلیت اتو خارج هست و شما باید سراغ دستگاه‌های بادگیری برید. خب دوستان عزیز، همونجوری که عرض کردم به همون نحوی که باید دنتی که با اتو بتونیم رفعش بکنیم و من اینجا میخوام ایجاد کنم. لازم به ذکره که این دستگاه بسیار دستگاه عالی و پرکاربردیه، بسیار میتونه به شما کمک کنه در جاهایی که به فرض مثال تعداد دنت ها خیلی زیاد بوده، شما با چسب و چوبیته اومدی کار رو زدی و ته کارتون هم کلی موجهای ساده و ملایم بوده، با سرعت و کیفیت بسیار بالا شما میتونید از این دستگاه استفاده بکنید و کارتون رو بندازید جلو. ته کاری که مونده، سایه گیری ها، تمام اینا رو به راحتی براتون انجام میده. حالا من میخوام یک نمونه رو ایجاد کنم. خب الان همونجوری که ملاحظه فرمودین اینجا یه دونه دنت رو انداختیم که شامل همون خواصی میشه که من عرض کرده بودم. خب طبق ویژگی‌هایی که این دنت داره من میتونم با اتو رفعش کنم. چه جوری استفاده میکنم؟ ابتدا وقتی فشار کار مثبته، یعنی قوس‌هایی که به صورت مثبت هستن رو بدنه اتومبیل، ما میایم ابتدا روزنه دید رو میذاریم خارج از طیف دنت، دکمه رو میزنیم تا حدود یک مقدار بیاد بالا. بعد میریم عکسش اونور این کار انجام میدیم. 4 طرف دنت این کار انجام میدیم. خب حالا یه دست میکشم. اگر دما به اندازه‌ای باشه که قابل تحمل باشه، نمدم به سمت مرکز نزدیک میشم. خب همونطوری که دیدید کاملا دنت من کشید بالا. دنت ما کاملا رفع شد. بعد از اینکه من با اتو دنت رو درست کردم و کاملا سطح اومد بالا و صاف شد، چون گرمه احتمال برگشت به جای قبلش رو داره، برای اینکه بر نگرده میام چیکار میکنم؟ میام از سنبه استفاده میکنم. اون طیف دور دنتم رو تو ذهنم دارم، میام خیلی ملایم و آروم سنبه زنی میکنم تا بعد از اینکه این برآمدگی سرد شد دوباره به حالت اولش بر نگرده. این نکته کلیدی کار هستش. این کار رو یک یا چند بار تکرار میکنیم تا اون چیزی که میخوایم انجام بشه به این شکل. یک مقدار از سایه کار الان که سنبه زدم مونده که دوباره میام از اتو استفاده میکنم. خب چون سایه خیلی کم بود من فقط اتو رو یک بار به صورت نیمه حلزونی روی کار چرخوندم و دوباره سنبه میزنم. دمای کارم خیلی زیاد نیست و سنبه ای رو که زدم الان شما نگاه بکنید کار کاملا هم سطح شده مثل روز اول کمپانی بدون کوچکترین موج و اثری از دنت. این کار کاملا الان صاف شده و برگشتم نداره. خب دوستان عزیز و گرامی، امیدوارم که از این آموزشی که خدمتتون عرض کردم استفاده بکنید و در کاراتون بتونید به نحو و اصلا به اون کیفیتی که میخواید برسید. متشکرم.